ای کسی که اکنون این ویدیو را تماشا می کنی، من از صمیم قلب از خداوند متعال برایت دعا می کنم. پروردگارا، غمها و دغدغه‌هایت را برطرف کند و کارهایت را آسان گرداند. بار سنگین را از قلبت بردارد و آرامش را جایگزین اضطراب‌هایت کند. خداوند تو را از هر دردی شفا بخشد. چه آن دردی که مردم می‌دانند و چه آن دردی که فقط خودت از آن باخبری. به جسم و روحت توان و صبر عطا فرماید. خداوند یاریت کند تا تمام قرض‌هایت را ادا کنی. رزق و روزیت را وسعت بخشد و درهایی را که برای همیشه بسته به نظر می رسیدند به رویت بگشاید. برایت اخبار خوشی بفرستد که قلبت را گرم کند. امید را به تو بازگرداند و لبخند را بر لبانت بنشاند. خداوند تو را از بدیها، از حسادت و از هر چیزی که ممکن است به تو آسیب برساند در امان نگه دارد. قلبت را سرشار از خوشبختی و محبت گرداند. نماز و عباداتت را استوار